من آیلسم. قطعا تو پست قبلی فهمیدی که من بهترم. من تافلم. قطعا که من بهترم. من لیسنینگم 4 تا بخش داره و 40 تا سوال. نیم ساعت فرصت داری که جواب بدی. اگه کاغذی باشی 10 دقیقه هم طول میکشه وارد کنی. اگه کامپیوتری باشی این زمانم نداری. من لیسنینگم 36 دقیقه زمان داره. تعداد سوالام بین 29 تا 38 تاست. از اینم کمترم. ریدینگ من 3 تا بخش داره که 40 تا سوال داره. البته باید بهت بگم سبک سوالا خیلی متفاوته. یک ساعت ریدینگ چه خبره؟ کلا 35 دقیقه است. بین 20 تا 30 تا سوالم دارم. رایتینگ من 2 تا تسک داره. تسک 1 20 دقیقه فرصت داری و تسک 2 40 دقیقه. رو هم کل رایتینگ 1 ساعته. 1 ساعت چه خبره؟ 2 تا تسک کلا 29 دقیقه. از لحاظ نمره دهی نمره ها بین 0 تا 9 که میانگین هر 4 تا مهارت میشه. یعنی هر مهارت 0 تا 9 میانگین 4 تاش. نمره های من میانگینی نیست. همه مهارت ها را هر چی بگیری بین 0 تا 30 همه رو جمع میکنی نمرات بین 0 تا 120 میشه. خفن ترم از توزه. اسپیکینگ هم با یک اگزمینر واقعی صحبت میکنی که بین 11 تا 14 دقیقه است. اگزمینره که بهت نمره میده. اسپیکینگ من حدودا 16 دقیقه است. اگزمینرم هم واقعی نیست. ضبط میکنم بعداً تصحیح میکنن بهم میگن. کل آزمون من 2 ساعت و 45 دقیقه است. 2 ساعت خورده آزمونه. کلا 1 ساعت و 56 دقیقه. 2 ساعت هم نمیشه. اگر هزینه آزمون آیلتس یا تافل رو میخوای بدونی عدد 2 رو اینجا کن.